وزارت دفاع وزارت داخله ما هستیم دیگه، ما آمدیم. ارقام شهدا 80 نفر است و زخمی های ما 463 نفر است. اگر 83 گفته شده باشه اشتباه شده، 463 نفر است و مسئولیت این حادثه را گروپ های تروریستی که مختلف اعلان کرده صرف از طریق مطبوعات امروز بخش های استخباراتی ما سر از کارش جریان داره و به زودترین فرصت برای شما شبکه های تروریستی که عمل انجام داده برای شما شریک خواهد شد.